به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع میکنیم. 100 سال تنهایی. نویسنده گابریل گارسیا مارکز هستش که در سال 1393 توسط انتشارات جامی در تهران چاپ شده این کتاب و در دسته رمان و داستان‌های خارجی در حوزه رئالیسم جادویی به حساب میاد. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش کنیم. این کتاب ترجمه آقای محمد رضا سحابی هستش که به شما تقدیم میشه. گابریل گارسیا مارکز به سال 1927 در آکارتاکای کلمبیا متولد شد. وی که نویسنده کتاب 100 سال تنهایی و برنده جایزه نوبل ادبیات سال 1982 میلادی است، سرخوشانه داستان خود را با ترکیب مضامین غرج‌گرایی، خیالی، قهرمانی و همه مفاهیم دیگری که از کودکی در دهکده آکارتاکا در منطقه سانتا مارتای کشور کلمبیا با آن رشد کرده بود درآمیخت. او به عنوان یکی از تأثیرگذارترین نویسندگان نسل خود جذابیت ادبیات لاتین را با زندگی میلیون‌ها انسان در سراسر جهان درآمیخت و با نوشته‌هایش عناصر خیال را وارد زندگی روزانه و عادی مردم نمود. مارکز به عنوان محبوب‌ترین نویسنده ادبیات اسپانیایی زبان پس از سر آنتس از قرن 17 تا کنون شناخته می‌شود و شهرت ادبیات او در میان اسپانیایی زبان‌ها در حد مارک توین و چارلز دیکنز برای انگلیسی زبان هاست. شناخته شده ترین اثر او کتاب 100 سال تنهایی میلیون ها نفر در جهان را شیفته خود ساخته است. جرارد مارتین نویسنده زندگی نامه رسمی مارکز با همکاری خود وی در این باره گفت 100 سال تنهایی اولین رمانی بود که مردم امریکای لاتین خودشان را با آن شناختند. رمانی که آنها را معرفی می‌کرد، اشتیاقشان، توانایی‌هایشان و معنویتشان را گرامی می‌داشت و گرایش قلبیشان به شکست را ارج می‌نهاد. مارکز پس از به جای گذاشتن کارنامه‌ای درخشان، سرانجام در 17 آوریل 2014 میلادی در جنوب شهر مکزیکو سیتی بدرود حیات گفت. لطفاً با من همراه باشید تا فصل اول این کتاب رو با همدیگه ورق بزنیم. سالها سال بعد، زمانی که سربازان جوخه آتش برای اجرای حکم در مقابل سرهنگ آورلیانو بوئندیا صف کشیده بودند، وی بعد از ظهر روزی را بیاد آورد که پدرش او را برای یافتن یخ همراه خود برده بود. در آن زمان دهکده ماکوندو تنها 20 خانه خشتی و گلی داشت که در کناره رودخانه‌ای بنا شده بود که آب زلال و صاف آن با فشار از روی بستری از سنگ‌های بزرگ و سفید همچون تخم حیوانات ما قبل تاریخ می‌گذشت. دنیا آنچنان تازه بود که بسیاری از اشیا هنوز نامی نداشتند و برای نشان دادن آنها باید به آنها اشاره می‌شد. هر سال نزدیک ماه مارس گروهی کولی ژنده‌پوش در نزدیکی دهکده چادرهای خود را برپا می‌کردند و با سر و صدای زیادی که از سازهای خود در می‌آوردند اهالی دهکده را از جدیدترین اختراعات روز آگاه می‌کردند. آهن ربا نخستین اختراعی بود که پا به آنجا گذاشته بود. یک کولی قوی هیکل با ریشی انبوه و به هم پیچیده و دستانی ظریف به نام ملیکیادس یا ملیکادس، چیزی را که وی 8مین مورد از عجایب کیمیاگران دانشمند مقدونیه مینامید، به نمایش گذاشته بود.
وی در حالی که 2 شمش فلزی را با خود حمل می‌کرد از خانه‌ای به خانه دیگر می‌رفت. اهالی ده از اینکه می‌دیدند همه قابلمه‌ها، ماهیتابه‌ها، انبرها و منقل‌ها و ابزارهایشان از جای خود به زمین می‌افتند و از صدای جیر جیر تخته‌هایی که با تقلای میخ‌ها و پیچ‌ها که گویی می‌خواستند از تنگنا خود را خلاص کرده به بیرون بپرند سخت حیرت کرده بودند. حتی اشیایی که مدت‌ها بود که در خانه‌ها مفقود شده بودند بار دیگر پیدا شده و رقص کنان به دنبال شمش‌های سحرآمیز ملکیادس به راه افتاده بودند. ملکیادس کولی با لهجه غلیظی میگفت: اشیا هم جان دارند، فقط باید بیدارشان کرد. حوض آرکادیو بوئندیا که همیشه تصورات بی حد و مرزش به ماوراءالطبیعه و جادوگری میرفت، فکر کرد شاید بتوان از آن اختراع بیهوده برای استخراج طلا از زمین استفاده کرد. ملکیادس که مرد صادقی بود و این موضوع را پیش بینی کرده بود گفت به درد آن کار نمیخورد. ولی حوض آرکادیو بوئندیا در آن زمان به کولی‌ها اعتماد نداشت و به همین دلیل قاتلش را به همراه چند بزغاله با 2 شمش آهنربا معامله کرد. همسرش اورسلا ایگواران که برای افزایش درآمد اندکشان روی آن حیوانات حساب باز کرده بود نتوانست وی را از این معامله منصرف کند. شوهرش در جواب میگفت به زودی آنقدر طلا خواهیم داشت که میتوانیم کف اتاقها را با طلا فرش کنیم و برای اثبات گفته‌هایش چندین ماه به سختی کار کرد. تمام منطقه حتی کف رودخانه را وجب به وجب با آن 2 شمش جستجو کرد، در حالی که با صدای بلند اوراد ملیکادس را میخواند. تنها چیزی که از این همه تلاش عایدش شد یک زره زنگ زده قرن 15 بود که تمام سوراخ سنبه‌هایش از شن و ماسه و خاک پر شده بود. هنگامی که حوض آرکادیو بوئندیا به کمک 4 مردی که همراهش بودند موفق شد زره را از هم باز کند، در درون زره تنها اسکلت آهک‌اندودی را یافتند که جعبه کوچک مسینی را به گردن آویخته بود که در درونش دسته کوچکی از گیسوان زنی قرار داشت. کولی‌ها در ماه مارس بازگشتند. این بار آنها 1 دوربین و 1 ذره‌بین به بزرگی 1 طبل به همراه داشتند و آنها را به عنوان آخرین اختراعات یهودیان شهر آمستردام به نمایش گذاردند. آنها یکی از زنان کولی را در نقطه دوری از دهکده نشاندند و دوربین را در جلوی چادرها گذاشتند. هر یک از اهالی فقط با پرداخت 5 رئاله میتوانست تصویر آن زن را درست در جلوی چشمانش مشاهده کند. ملکیادس میگفت علم فاصله ها را از میان برداشته است. به زودی بشر میتواند در خانه اش لم بدهد و هر آنچه را که در هر نقطه ای از جهان در حال وقوع است مشاهده کند. سپس در یکی از ظهرهای گرم و سوزان ماه مارس با اختراع دیگری به نام ذره‌بین نمایش جالبی ترتیب دادند. آنها دوده‌ای از علف‌های خشک را در میان جاده نهادند و با تمرکز اشعه خورشید در کانون ذره‌بین تمام علف‌ها را آتش زدند. حوض آرکادیو بوئندیا که هنوز از شکست قبلی خود در مورد آهنرباها تسلی خاطر نیافته بود به فکرش خطور کرد که شاید بتواند از این اختراع 1 سلاح جنگی بسازد. ملکیادس بار دیگر کوشید تا او را منصرف کند ولی این بار نیز بیفایده بود و سرانجام حاضر شد آن را با 2 شمش آهنربا و 3 سکه مستعمره‌ای معامله کند. اورسلا از شدت یأس و ناامیدی می‌گریست. 3 سکه معامله شده بخشی از 1 صندوق سکه طلا بود که پدرش بعد از عمری صرفه‌جویی و از خودگذشتگی پس‌انداز کرده بود و اورسلا آن را زیر تخت خاک کرده بود تا در زمانی مناسب از آنها استفاده کند. حوض آرکادیو بوئندیا حتی از زنش دلجویی هم نکرد و با سرسختی و سماجت فاضلانه‌ای
چنان در آزمایش‌های خود غرق شده بود که نزدیک بود حتی جانش را نیز بر سر این کار بگذارد. برای نشان دادن فواید ذره‌بین در جبهه‌های جنگ خود را در مقابل نور شدید خورشید زیر ذره‌بین قرار داد و بدنش چنان سوخت که تا مدتی مدید آثار آن بر روی بدنش به وضوح دیده می‌شد. با وجود مخالفت‌های همسرش که متوجه عواقب خطرناک چنین اختراعی شده بود، یک بار نزدیک بود خانه‌اش را به آتش بکشد. ساعت‌های متمادی در اتاق را به روی خود می‌بست و شرایط و امکانات استفاده از آن وسیله جنگی را آزمایش می‌کرد تا سرانجام نظامنامه‌ای جامع در آن باره تهیه کرد و آن را همراه با توضیحات فراوان برای مقامات دولتی فرستاد. آنها را به پیکی سپرد که از کوه‌ها و تپه‌ها و باتلاق‌های عمیق و دشت‌های وسیع و رودهای خروشان گذشت و حتی بارها نزدیک بود در اثر بیماری و فشار ناامیدی و حمله جانوران وحشی جان خود را از دست بدهد، تا آنکه سرانجام توانست به جاده‌ای برسد که به جاده دیگری منتهی می‌شد که پیک‌های حامل بسته‌های پستی از آنجا می‌گذشتند. مشکلات بین راه فراوان و سفر به پایتخت تقریباً ناممکن بود. با این حال خوزه آرکادیو بوئندیا تصمیم گرفت به محض احضار از طرف مقامات دولتی به سوی پایتخت حرکت کند و برای نمایش آزمایش‌های خود شخصاً در آنجا حاضر شود و مسئولیت تعلیم هنر پیچیده نبرد خورشیدی خود را به عهده بگیرد. او سالها منتظر دریافت پاسخی در این باره بود، اما عاقبت از انتظار خسته شد و روزی به شکست خویش در مقابل ملکیادس اعتراف کرد. ملکیادس با پس گرفتن ذره‌بین و پس دادن سکه‌ها صداقت خود را ثابت کرد. به علاوه چندین نقشه جغرافیایی پرتغالی و چند وسیله دریانوردی را به او هدیه داد و با دستخط خود بخش‌هایی از عقاید هرمان راهب را نوشت و به او داد تا بتواند طرز کار دوربین، قطب‌نما و زاویه یاب را فرا بگیرد. خوزه آرکادیو بوئندیا ماه‌های طولانی فصل باران را در اتاقی می‌گذراند که در پشت خانه‌اش ساخته بود تا زمانی که مشغول آزمایش‌هایش است کسی مزاحمش نشود. وی وظایف خانوادگی خود را کاملا از یاد برده بود. شب‌های پی در پی در حیاط به مطالعه ستارگان می‌پرداخت و برای یافتن روشی برای تعیین دقیق زمان ظهر چیزی نمانده بود آفتاب زده شود. زمانی که با طرز کار وسایل خود کاملا آشنا شد، معلوماتش درباره علم فضا این اجازه را به او میداد تا بدون ترک آزمایشگاهش بتواند با کشتی‌های غول‌آسا در دریاهای دوردست و ناشناس کشتی براند، سرزمین‌های دورافتاده را سیاحت کند و با موجودات افسانه‌ای ارتباط برقرار کند. در این زمان بود که عادت کرد با خود حرف بزند بدون توجه به کسی. در خانه میگشت و با خود حرف میزد، در حالی که اورسلا و بچه‌ها در باغچه درخت موز و سنجت و بوته‌های چغندر و سیب زمینی و بادمجان می‌کاشتند و پشتشان از شدت کار سخت و شاق راست نمی‌شد. ولی ناگهان نوعی حالت جاذبه جایگزین فعالیت تبالودش شد و چندین روز مانند فردی افسون شده حدسیات خود را زیر لب زمزمه می‌کرد، بیان که چیزی از آن سر درآورد. سرانجام در یکی از روزهای سه‌شنبه ماه دسامبر هنگام نهار ناگهان تمام سنگینی بار عذاب خود را بیرون ریخت. فرزندانش تا آخر عمر این لحظه را که پدرشان با وقاری خاص و ظاهری با شکوه لرزان از تب شب زنده‌داری‌ها و خشم ناشی از تخیلاتش بر سر میز نشست و کشف خود را اعلام کرد به یاد می‌آورند. زمین مثل یک پرتقال گرد است. اورسلا دیگر به تنگ آمده. فریاد زد اگر می‌خواهی دیوانه شوی خودت تنها دیوانه شو، ولی سعی نکن افکار کولیوارت را به ذهن بچه‌ها هم فرو کنی. خوزه آرکادیو بوئندیا به حدی آرام و خونسرد بود که حتی وقتی که همسرش از شدت عصبانیت دوربین را بر زمین زد و شکست، نه تنها وحشت نکرد بلکه حتی دوباره
یک دوربین دیگر ساخت. مردان دهکده را در اتاق کوچکش جمع کرده و با تئوری هایی که هیچ یک نمی توانستند درک کنند امکان بازگشت به نقطه شروع را هنگامی که کشتی مدام به سمت مغرب حرکت کند به آنها نشان داد. همه اهالی دهکده معتقد بودند که خوزه آرکادیو بوئندیا دیوانه شده است تا اینکه ملیکادس آمد و همه چیز را روشن کرد. وی در حضور همه نبوغ مردی را ستود که توانسته بود از طریق علم هیئت به تئوری که عملاً به اثبات رسیده بود پی ببرد و برای اثبات ستایش خود هدیه‌ای به او داد که در سرنوشت آینده دهکده ماکوندو نقش بزرگی داشت. یک آزمایشگاه کیمیاگری. ملیکادس در مدت زمانی کوتاه با سرعتی شگفت‌آور پیر شده بود. در نخستین سفرهایش به دهکده حدوداً همسن خوز آرکادیو بوئندیا به نظر می رسید. اگرچه آرکادیو قدرت و بنیه خارق‌العاده‌اش را که می توانست با گرفتن گوش اسبی او را به زانو درآورد حفظ کرده بود. مرد کولی گویی در نتیجه بیماری مهلکی به تدریج تحلیل می رفت. در حقیقت این امر تنها نتیجه بیماری‌های نادر و گوناگونی بود که در سفرهای متعددش به دور دنیا به آنها مبتلا شده بود. همانطور که به خوزه آرکادیو بوئندیا در برپا کردن آزمایشگاهش کمک می‌کرد، برایش شرح می‌داد که مرگ همه جا در پی اوست و او را دنبال می‌کند، ولی هرگز نخواسته که ضربه آخر را به او وارد کند. او موجودی آواره بود که به هر نوع بیماری و مصیبتی که بر بشر نازل می‌شود دچار شده بود. پلاگر در خاورمیانه، اسکوربوت در شبه جزیره مالزی، جذام در اسکندریه، بریبری در ژاپن، طاعون در ماداگاسکار، زلزله در سیسیل و غرق شدن کشتی در تنگه ماگالیانس. این موجود خارق‌العاده ما که میگفت کلید معماهای نوستراداموس را در دست دارد، مرد افسرده‌ای بود در حاله‌ای از اندوه و گویی با نگاه شرقیش ماورای هر چیز را میدید. کلاه بزرگی به سیاهی بالهای کلاغ به سر می‌گذاشت و نیمتنه مخملی‌اش نشانی از گذشت قرن‌ها را بر خود داشت. ولی با وجود دانش بی‌حد و حالت مرموزش، وی مردی زمینی بود که نمی‌توانست از مسائل جزئی زندگی روزانه بگریزد. او از کهنسالی می‌نالید. از جزئی‌ترین مشکلات مادی شکوه می‌کرد. بر اثر بیماری اسکوربوت تمامی دندانهایش ریخته بود و مدت‌ها بود که دیگر نمی‌خندید. در آن ظهر گرم و خفقان‌آور که کولی پرده از اسرار خود برداشت، خوزه آرکادیو بوئندیا کاملا اطمینان یافت که دوستی بزرگی بین آنها آغاز شده است. داستان‌های شگفت‌انگیز او دهان بچه‌ها را از تعجب باز می‌کرد. آورلیانو که در آن هنگام بیش از 5 سال نداشت، تمام عمر او را آنطور به خاطر می‌آورد که آن روز بعد از ظهر دیده بود. در حالی که مقابل نور نقره‌ای لرزانی که از پنجره میتابید نشسته بود و با صدای بلند و پرطنینی بر دورترین سرزمین‌های خیالی نور میپاشید و قطره‌های عرق از شقیقه‌هایش فرو می‌ریخت. خوزه آرکادیو برادر بزرگترش به نوبه خود آن تصویر شگفت‌انگیز را به عنوان میراث برای بازماندگانش بر جای گذاشت. برعکس اورسلا از آن ملاقات خاطره بدی داشت، زیرا درست زمانی وارد اتاق شده بود که ملیکادس از روی بی‌احتیاطی یک شیشه بی کلوروجیوه را شکسته بود. زن گفت بوی شیطان می آید. ملیکادس گفته او را تصحیح کرد. ابداً ثابت شده که شیطان از سولفور درست شده، اما این فقط سوبلیمه است. سپس درباره خواص شیطانی سنگ سرخ شرحی فاضلانه داد، ولی اورسلا به حرفهای او توجهی نکرد و بچه‌ها را برای خواندن دعا همراه خود برد. آن بوی تند و زننده برای همیشه با یاد ملیکادس در خاطرش باقی ماند. آن آزمایشگاه عبارت بود از یک اجاق، یک ظرف آزمایشگاهی گلو بلند، دستگاه تخدیری که کولی‌ها از روی مدل جدید بر اساس دستورالعملی از دستگاه سه‌بازویی مریم مقدس ساخته بودند، به اضافه تعداد زیادی کاسه و قیف و انبر و صافی و علک. علاوه بر این
وسایل، ملیکادس نمونه از 7 فلز به عنوان نمادی از 7 سیاره، فرمول موسا و زوسیموس را برایش ساخت. طلا و یک سری یادداشت و توضیحات درباره علم الکبیر را در اختیارش گذاشت تا بتواند اکسیر کیمیاگری بسازد. خوزه آرکادیو بوئندیا که سخت شیفته سادگی فرمول‌های طلاسازی شده بود، چند هفته مدام از اورسلا خواهش می‌کرد که بگذارد سکه‌های طلا را از زیر خاک درآورده و تا آنجایی که تجزیه جیوه امکان می‌داد آنها را افزایش دهد. اورسلا مثل همیشه در برابر پافشاری‌های شوهرش تسلیم شد و به این ترتیب خوزه آرکادیو بوئندیا 30 سکه طلا را در ظرفی گذاشت و به همراه براده مس و زرنیخ و سرب ذوب کرد. سپس همه را در دیگی مملو از روغن کرچک جوشان تا اینکه تبدیل به مایع غلیظ و فاسدی شد که بیشتر شبیه کارامل بود تا طلا. در طی فرایند ناامید کننده تقدیر، ارسیه گرانبهای اورسلا در اثر ذوب شدن همراه با 7 فلز سیاره‌ای مخلوط با جیوه و جوهر گوگرد قبرسی و سپس جوشانده شدن در پیه خود به جای روغن گیاهی تبدیل به مشتی دفاله سوخته شد که به ته دیگ چسبیده بود. وقتی کولی‌ها برگشتند، اورسلا تمامی اهالی دهکده را بر علیه آنها برانگیخته بود. ولی میزان کنجکاوی اهالی از ترسشان بیشتر بود. این بار کولی‌ها هنگام عبور از دهکده با آلات موسیقی خود سر و صدای کرکننده‌ای به راه انداخته بودند و یکی از کولی‌ها نمایش شگفت‌انگیزترین کشف دانشمندان آسیای صغیر را اعلام می‌کرد. از این رو تمام اهالی به چادر کولی‌ها رفتند و با پرداخت 1 سنت ملیکادسی را دیدند که جوان و شاداب شده بود و بر چهره‌اش اثری از چین و چروک مشاهده نمی‌شد و دندان‌های تازه‌اش می‌درخشیدند. کسانی که لثه‌های ناسالم و گونه‌های آویزان و لب‌های چروکیده او را به خاطر می‌آوردند، با مشاهده این دلیل بیشبهه از قدرت ماوراءالطبیعه مرد کولی از ترس به خود لرزیدند. وحشت آنها زمانی افزایش یافت که ملیکادس دندانهای خود را از روی لثه‌ها برداشت و چند لحظه به همه نشان داد. در یک لحظه وی تبدیل به همان مرد فرتوت سالهای پیش شد و سپس هنگامی که دوباره دندانها را در دهان گذاشت با اطمینان خاطر از جوانی بازیافته‌اش دوباره لبخند زد. حتی خوزه آرکادیو بوئندیا نیز اعتراف کرد که علم و دانش ملیکادس از حد خود فراتر رفته است و فقط هنگامی که مرد کولی در خلوت طرز کار دندان آریه‌اش را برای او شرح داد توانست نفس راحتی بکشد. این شی چنان برایش ساده و در عین حال شگفت‌آور بود که هنوز شب نشده همه مطالعات و دانش کیمیاگری در نظرش بی‌ارزش جلوه کرد. دوباره دچار بحران بدخلقی تازه‌ای گشت و نظم و ترتیب غذا خوردنش مختل شد. تمام روز در خانه راه می‌رفت و با خود حرف می‌زد. به اورسلا می‌گفت در دنیا وقایع و اتفاقات عجیب و باور نکردنی رخ می‌دهد. در 2 قدمی ما درست آن سوی رودخانه انواع دستگاه‌های جادویی یافت می‌شود، در حالی که ما مثل یک گله حیوان در اینجا زندگی می‌کنیم. کسانی که او را از آغاز پیدایش دهکده ماکوندو می‌شناختند از تغییر و تحولاتی که تحت تاثیر ملکیادس در او رخ داده بود سخت حیرت کرده بودند. در آغاز خوزه آرکادیو بوئندیا مانند رئیس قبیله‌ای بود که با شوق و علاقه هرچه بیشتر برای بذرافشانی و کاشت گیاهان و پرورش دام و تربیت کودکان دستورات لازم را به اهالی دهکده می‌داد و برای رفاه اهالی حتی در کارهای عملی نیز با همه همکاری می‌کرد. از آنجا که خانه او از همان ابتدا بهترین خانه دهکده بود، سایر خانه‌ها را مشابه آن ساختند. این خانه متشکل بود از یک اتاق نشیمن بزرگ و روشن، یک اتاق ناهارخوری با ایوانی مملو از گل‌های رنگارنگ، در قسمت جلوی آن 2 اتاق خواب، حیاط خلوت با یک درخت بلوط بزرگ و باغچه پر از سبزی و حیاطی کوچک که در آن بزها، خوک‌ها و مرغ‌هایش در صلح و صفا با هم می‌زیستند.
تنها جانوری که نگهداریش نه تنها در خانه او بلکه در تمام دهکده ممنوع بود خروس جنگی بود. اورسلا نیز مانند شوهرش کار و فعالیت میکرد. وی زن فعال، ریزاندام و دقیق و جدی با اعصابی پولادین بود که هرگز کسی صدای شکرش را نشنیده بود. گویی از سحرگاه تا شامگاه در همه جا حضور داشت و صدای خشخش آرام زیردامنی آهار زده‌اش همه جا به گوش می‌رسید. با همت او کف گلین اتاقها، دیوارهای کاهگلی و اساسی چوبی روستایی که روستاییان خود آنها را ساخته بودند همیشه پاکیزه و تمیز بود و صندوق‌های قدیمی لباس همیشه عطر ملایمی به مشام می‌رسید. خوزه آرکادیو بوئندیا که همیشه در هر کاری در دهکده پیش قدم بود، جایگاه خانه‌ها را به نحوی ترتیب داده بود که هر کس به آسانی می‌توانست برای برداشتن آب به رودخانه دسترسی داشته باشد و طوری دهکده را خیابان کشی کرده بود که هر خانه‌ای می‌توانست به اندازه بقیه خانه‌ها از نور آفتاب بهره بگیرد. در طی چند سال ماکوندو به دهکده چنان فعال و منظم تبدیل شد که 300 نفر سکنش چنین چیزی را تا آن موقع به یاد نداشتند. یک روستای واقعا شاد، جایی که هیچ کس در آنجا بیش از 30 سال نداشت و هیچ کس در آنجا هنوز نمرده بود. خوزه آرکادیو بوئندیا از همان آغاز پیدایش دهکده به کار ساخت تله و قفس پرداخته و در مدت زمان کوتاهی نه تنها خانه خود بلکه تمام خانه‌های دهکده را از سبز قبا، قناری، مرغ مینا و سینه سرخ پر کرده. هم‌آوازی آن همه پرنده گوناگون چنان گوش خراش و کرکننده میشد که اورسلا برای آنکه دیوانه نشود سوراخ‌های گوش‌هایش را با مومی پوشاند. اولین باری که قبیله ملیکیادس به دهکده آمدند و گوی‌های شیشه‌ای مسکن سردرد را در آنجا به معرض فروش گذاشتند، اهالی سخت حیرت زده شده بودند که آنها را چگونه توانستند در آن سوی مرداب‌ها و باطلاق‌ها این دهکده دورافتاده را بیابند و کولی‌ها اعتراف کرده بودند که آواز پرندگان دهکده راهنمای آنها بوده است. روحیه اجتماعی و توجه به نوآوری‌ها به زودی با طبع آهنربا و محاسبات نجومی و تخیلات کیمیاگری و تمایل به کشف و شناخت عجایب جهان در خوزه آرکادیو بوئندیا از میان رفت. خوزه آرکادیو بوئندیای تمیز و زرنگ تبدیل به مردی افسرده و منزوی شد که دیگر به لباسها و ظاهر خود توجهی نداشت و اورسلا ریش بلند و پرپشت او را تنها پس از تلاش بسیار و با کار آشپزخانه میتوانست اصلاح کند. عده‌ای تصور میکردند که وی جادو شده است. با این حال وقتی که او اشیای شگفت‌انگیزش را رها کرد و دوباره پیش قدم شد تا با کمک دیگران راهی برای پیوند ماکوندو به دنیای اختراعات و ابداعات بگشاید، همه حتی کسانی که کوچکترین شک و تردیدی در دیوانگی او نداشتند برای عملی ساختن این ایده از کار و زندگی خود دست کشیدند و برای عملی کردن نقشش شروع به فعالیت کردند. خوزه آرکادیو بوئندیا کوچکترین اطلاعی از وضعیت جغرافیایی آن منطقه نداشت. تنها می‌دانست که در سمت مشرق رشته کوه‌های صعب العبوری وجود دارد و در پشت آن شهر قدیمی ریوآچا قرار گرفته است. در زمانهای دور بر اساس گفته‌های پدر بزرگش آولیانو بوئندیای اول فرانسیس درپیک با گلوله تمساح شکار می‌کرد و درون آنها را با کاه پر می‌کرد و به ملکه الیزابت پیشکش می‌کرد. در دورانی که خوزه آرکادیو بوئندیا جوان بود، همراه با یارانش، زنها و بچه‌ها و حیوانات و وسایل و اساسی زندگی خود برای یافتن راهی به سوی دریا از این کوه‌ها عبور کرده بودند. ولی پس از 26 ماه از تصمیم خود بازگشتند و برای اینکه مجبور به بازگشت از همان راه نشوند، دهکده ماکوندو را بنا کردند. به همین دلیل آن مسیر برایش دیگر اهمیتی نداشت و تنها او را به گذشته برمیگرداند. در سمت جنوب باطلاق‌های کوچکی پوشیده از گیاهان وجود داشت و بعد از آن مرداب پهناوری جای گرفته بود که بنا به گفته کولی‌ها
انتهایی نداشت. مرداب پهناور در سمت غرب به آبهای وسیع دیگری می‌پیوست که در آن ماهی‌های بزرگ با پوست نرم و لطیف و اندامی مانند زنان یافت می‌شدند که قایقرانان را با شمایل زیبا و موزونشان می‌فریفتند. خب دیگه زمان به من اجازه نمیده که از این کتاب زیبا رو برای شما بخونم. حتما تا الان شما این کتاب رو چندین بار خوندین، چون کتاب بسیار قدیمی و معروف هستش و اگر نخوندین برای خودتون تهیه کنین و تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.